در این درس یا در این جلسه میخوایم داستان صحابی دیگری از یاران رسول خدا رو بخونیم. شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد ایشون میگه که آگاه ترین شخص به حلال و حرام در امت من معاذ بن جبل هست. بله، معاذ بن جبل رضی الله عنه. ببینیم ایشون کی هست و داستانش چیه. و از مجموعه داستان برای جوانان در واقع فکر میکنم این آخرین داستانی هست که ما میخونیم از کتاب صور من حیات صحابه و حالا ببینیم در آینده چه برای ما خداوند مقدر میکنه. حالا شاید هم داستانهای صحابه رو گفتیم اما ممکنه به صورتهای دیگری داستان الهی بشه. وقتی که بالاخره دین اسلام در جزیره العرب پخش شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تونست این نور الهی رو به همه جا برسونه، معاذ بن جبل که یک جوانی از اهل یمن از اهل مدینه هست و یثرب، ایشون به برکت نور الهی این نور هدایت در قلبش اومد. با اون ذکاوت و هوشی که خداوند نصیبش کرده بود، اون قدرتی که داشت، از توانی که خداوند بهش داده بود، توان در گفتار، در بیان، درک و شعور و موارد خاصی که داشت، همت بالایی که داشت، نسبت به دیگران واقعا همتازهای خودش خیلی ممتاز بود. نقل شده چهره خیلی بشاش و روشنی داشت، چشمهایی داشت مثل که مثلا سرمه کشیده شده باشه در چشمهاش و موهاش مجعد و براق بود و چشمانش و قلبش همین گونه شفاف و روشن بود. چگونه ایشون مسلمان شد؟ زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بیعت اولی که اهل مدینه تعدادی اومدن داشتن، مصعب بن عمیر رو فرستاد. ایشون توسط مصعب بن عمیر سفیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اسلام رو پذیرفت و مسلمان شد و در مرحله دوم بیعت عقبه ایشون با اون گروه از اهل مدینه اومده بودن، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرد و دست داد با پیامبر و بیعت کرد جانانه، بیعتی صادقانه‌ای که در نوع خودش خیلی مهم هست. 72 نفر هستن که از اهل مدینه میان که به 70 به قول معروف این در این گروه 72 نفر هست که میاد به مکه تا به دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برسه و به مقام و منزلت و شرافت این بیعت نائل بشه. و این سفر تاریخی که در واقع میشه گفت تعیین کننده سرنوشت همه مسلمانان شد و میشه گفت پایان دهنده دین آسمانی بود در روی زمین که اینقدر مهم بود. وقتی که این جوان بالاخره اومد اینجا بیعت کرد با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، به مدینه که برگشت، این یکی از کارهایی رو که انجام داد، هر چی رو که بتی میدید و مظاهر بت و شرک میدید همه رو میشکست. خونه های آشناهاش، دوستانش میگن اینا دیگه ارزش ندارن، اینها نمیبینن، نمیشنون، اینها شما سمبل هایی هست که واسطه بین خودتون و خدای خودتون قرار دادید و هیچ رحم نمی کرد. اگه یادتون باشه در داستان عمرو بن جموح اون شخصی بود تاجر اهل مدینه‌ای که با هم خوندیم که یک پاش هم دچار لنگش در پا بود که گفتیم یه بتی داشت که این خیلی به بتش وابسته بود و نمیتونست اسلام رو بپذیره به خاطر وابستگیش به این بت، که این معاذ بن جبل با پسران عمرو بن جموح، معاذ و معوذ و خلاد، چگونه شبانه میرفتن این بت رو برمی‌داشتن مینداختن این بت رو مثلا بیرون تا اینکه بالاخره تعلقات این عمرو بن جموح از این بت قطع شد. مثلا چون عمرو بن جموح یادتون باشه در داستان اینجوری بود که میاد که هر وقت در زندگیش میرفت این بتش گرونترین عطرها رو بهش میزد، خیلی بهش تعلق داشت. اینا اومدن چند بار اینو گرفتن و توی اون محل آشغالدانی مثلا همون قبیله بنی سلمه انداختن تا اینکه آخر عمرو بن جموح عصبانی شد، شمشیری رفت آویزان کرد به گردنش، شمشیر خودش رو گفت این دفعه خودت از خودت دفاع کن، نمیشه من هر روز صبح تو رو میرم اینجا میبینم داخل توی آشغالا و کثافت‌ها میشورم، تمیزت میکنم میارم، امروز خودت دفاع کن. دوباره هم گرفتن اینا شمشیرشو در آوردن، به قول معروف به یک سگ مردار اینو بستن انداختن توی این آشغال‌ها. این بار که دیگه گفتیم که عمرو بن جموح این صحنه رو دید، دیگه ایشون دیگه اون علاقش نسبت به این بت از بین رفت و دیگه الحمدلله اسلام رو پذیرفت. نکته‌ای که خیلی قابل اهمیته این نشون دهنده توجه معاذ بن جبل هست نسبت به اینکه چیکار بکنه تا ریشه های شرک رو از بین اهل مدینه بیرون بیاره.
که این داستان عمرو بن جموح عملا همین بود که گفتیم دیگه وقتی که این دید، حتی وقتی که این بت شمشیرش در آوردن دوباره انداختن، این تعلقات خاطر بیرون اومد، متوجه شد این بتی که کره، کوره، نمیشنوه، نمیتونه کاری بکنه، توانایی نداره، اگرچه سمبل انسان‌های نیکی باشه، خب این نمیتونه کاری بکنه. این حتی خدا میگه یک بشنورم نمیتونه کاری بکنه. این با این رفتاری که نشون دادن، این کاملا متوجه شد که این دیگه این بت ارزش نداره. و این شعر رو هم عمرو بن جموح خون: تالله لو کنت آلها لم تکن انت و کلب وسط بئر فی قرن. اگه تو واقعا خدایی بودی و وضعیتی داشتی، الان با این سگ در وسط این آشغال‌ها و کثافت‌ها نبودی. و گفتیم این سبب شد که عمرو بن جموح مسلمان بشه. در هر صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند و معاذ بن جبل این جوان دیگه همراه شد، مثل سایه کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و قرآن رو از دهان پیامبر مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دریافت میکرد و حفظ میکرد و شرایع دینی و شریعت و اینها رو، و جزو قاریان صحابه هست. معاذ بن جبل جزو کسانی که به عنوان قاریان صحابه شناخته میشه و آگاه ترین اونها به شریعت خدا شناخته میشه. یزید بن قتیب میگه من خود داستانش میگه دخلت مسجد حمص، در حمص وارد مسجد شدم، فاذا انا بفتن جعد، دیدم یک جوانی هست که موهای مجعدی داره، جعد الشعر، موهاش مجعد هست، قد اجتمع حوله الناس، مردم همه اطراف جمع شدن. وقتی که این جوان داره صحبت میکنه گویا که از دهانش نور و مروارید داره میاد بیرون. گفتم این جوان کیه؟ گفتن این جوان معاذ بن جبل صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. ابو مسلم خولانی هم نقل میکنه، میگه من به مسجد دمشق رفتم، دیدم یک حلقه‌ای هست از بزرگان و یعنی پیرمردان اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. در میان این حلقه یک جوانی هست که چشمهاش همینجوری تیره رنگ و سرمه زده دیده میشد و براق بود و در هر چی که اینها میگه اختلاف میکردن این بزرگان یا این پیرمردان یا افراد کهولی که بودن، مراجعه میکردن به این جوان و این جوان به اونها جواب میداد و مشکلشون رو حل میکرد و اختلافشون حل میکرد. من گفتم این جوان کیه که اینقدر اهمیت داره؟ میگه گفتن این معاذ بن جبل صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. بله این چیز بعیدی هم نیست، چرا که معاذ در مدرسه رسول خدا صلی الله علیه و سلم آموزش دیده، از همون ابتدای جوانی، یعنی رگ و پی و پوست این علم شریعت الهی درش به قول معروف جریان پیدا کرده و این رو پرورش داده و رشد کرده. این مستقیما از همون منبع اصلی هدایت، منبع اصلی هدایت که رسول خدا، منبع اصلی هدایت قرآن هست، از زبان کی میاد؟ از دهان مبارکی بیرون میاد رسول خدا. منبع اصلی هدایت که سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، از دهان پیامبر، از فعل پیامبر، از تقریر پیامبر هست که دیده میشه. و عملا این معاذ بن جبل مثل سایر صحابه این گونه علم رو از منبع اصلی و از چشمه اصلی دریافت کردن، ضمن اینکه خب ایشون دارای ذکاوت ها و اون مهارت ها و هوش ویژه‌ای هست که ببینید توانمندی رو هم داره. برای ما همین قد کافیه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد معاذ بن جبل میگه اعلم امتی بالحلال و الحرام معاذ بن جبل، آگاه ترین شخص از امت من در حلال و حرام معاذ بن جبل هست. این دیگه به عنوان یک فضل براش کافی هست. این جزء 6 نفری هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو انتخاب میکنه. نگاه کنید در عهد پیامبر جزء 6 نفری در عهد پیامبر برای جمع‌آوری قرآن ایشون انتخاب میشه. و این نکته‌ای که خیلی فکر میکنن که قرآن نه فقط در زمان ابوبکر یا عثمان بود رضی الله عنهما، نه، اونجا دیگه زمان بحث قرائت ها و اختلاف ها موارد خاصی بوده، ولی زمان خود پیامبر از همین جوری که قرآن در اختیار ما هست همین گونه جمع آوری شده. و این به همین سبب هست که ما میبینیم عظمت و اون شأن و مقام معاذ بن جبل چقدر زیاد هست. و خب طبیعی هم هست وقتی کسی خودش رو در خدمت رسول الله و همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار بده، طبیعیه که به این مرحله برسه و این نکته هم هست. حالا زمانی بود که خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگه اسلام گسترش پیدا کرد و فوج وارد دین اسلام میشدن، همونطوری که قرآن میگه یدخلون فی دین الله افواجا.
و خب مسلمان ها نیاز به معلمی داشتن که این معلم در هر جایی بره اینا رو آموزش بده، چیزهایی که کسایی که جدید شده بودن، شرایط فقه و اینها رو بالاخره یاد بگیرن. و امت اسلامی گسترده شده بود. دقت میکنید؟ بر همین اساس هست که ما میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله افرادی رو میفرسته برای اینکه اینها رو آموزش بدن. در مکه مثلا پیامبر عتاب ابن اسید رو قرار میده، معاذ ابن جبل رو قرار میده که به مردمی که در مکه هستن، مسلمان کسایی که تازه مسلمان شدن بعد از فتح مکه یا میان، به اونها چیکار کنن؟ قرآن یاد بدن و فهم دین یاد بدن. نکته خیلی خاصی که وجود داره در اینجا که ما باید بهش اهمیت بدیم اینه که فرستادگان پادشاه یمن میان به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پادشاهان یمن، و اعلام میکنن ما مسلمان شدیم و کسانی هم که با ما هستن، اهل و قبیله و طایفه ما، اینها مسلمان شدن. ما میخوایم که یک فردی رو با ما بفرستی تا به این مردم دینشون رو یاد بده، که این فرد بدونه چه چیزی رو داره به مردم یاد میده. و پیامبر خب تعدادی از اصحاب خودش رو انتخاب میکنه و امیر اینها رو کی قرار میده؟ معاذ بن جبل، تا بتونه به قول معروف این وظیفه مهم رو در بین این قبایل یمن چیکار بکنه؟ در آموزش دین انجام بده. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره این معاذ بن جبل رو با این گروه میفرسته که اینا برن به مردم آموزش دین بدن، خب چون زمان رفته دنبال داستان رو میذاریم برای بعد که جلسه بعد که یا جلسه پایانی از این مجموعه جدید، مجموعه سیمای صحابه، که بتونیم در اینجا توضیح بیشتری بدیم که پیامبر خب در این داره میفرسته این هیئت آموزش دهنده یا معلمان رو که امیر اینها معاذ بن جبل هست، به اینها چه میگه و چه اتفاقی میفته. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدا باشید. خداوند یار و نگهدارتون.